امشب قرار راجع به پرونده‌ای صحبت بکنیم که هیچ رسانه‌ای پوششش نداده. بصری وکیل به من رسیده. اما موضوعی که هست اینه که متاسفانه داخل این پرونده عکساش به هیچ عنوان اجازه پخش نداره. پرونده‌ای که براتون آوردم علاوه بر اینکه جناییه خیلی بی‌ناموسیه. بریم سراغ ویدیو. این پرونده مربوط به خانواده انصاریه. یه خانواده کرمانشاهی. خانواده انصاری یه خانواده 6 نفر است. چند تا خانواده گفتم. 3 تا پسر، یه دختر و یه پدر و مادر بسیار بسیار مهربون و دلسوز. 2 تا پسر خانواده ازدواج کردن. موضوع اصلی پرونده برمیگرده به پسر سوم خانواده که ازدواج هم نکرده، یعنی آقا رضا. سن پدر 70 سال. این 70 سال الان شاید خیلی براتون عادی بیاد، ولی به مرور زمان هر چقدر که میریم جلوتر با خودتون میگین وای 70 سالشه طرف. پدر یه کارگر ساختمونیه که خیلی زحمت کشه، دلسوزه، خانواده دوسته، مادر خانه داره. 3 تا پسر خانواده با پدرشون سر ساختمون کار میکنن. رضا یه دوست دختر به اسم پگاه داشت. پگاه خیلی دختر خوبی بود، ولی از نظر رضا خوب بود. خانواده رضا کاملا با پگاه مشکل داشتن و از نظرشون پگاه یه دختر شیطونه، بله هزار جور از اینجور داستانه که هممون میدونیم. به خاطر همینم با ازدواج رضا و پگاه کاملا مخالف بودن. ولی خب واقعیتش پگاه یه دختر خوب و معمولی بود. ولی خب خانواده رضا از دخترای محجبه و مذهبی خوششون میومد و میخواستن برای پسرشون یه همچین دختری بگیرن. با مخالفت‌های شدید خانواده رضا ولی خب همچنان رضا و پگاه با همدیگه رابطه‌شون رو ادامه میدادن و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن. پگاه هر روز برای رضا غذا درست میکرد، میوه، شیرینی با خودش میبرد و به رضا میداد. سر ساختمون داشت کار میکرد بهش میداد. آشنایی رضا و پگاه دقیقاً توی مسیر باشگاهشون شکل گرفته بود. یعنی وقتی که ساینس خانوما تموم میشه، خانوما برمیگردن، آقایون خب قاعدتاً میرن بعد از خانوما و توی این مسیر همدیگه رو میبینن و از همدیگه خوششون میاد. اینا 3 سال از رابطهشون میگذشت، ولی خب به خاطر مخالفت خانواده رضا نمیتونستن که با همدیگه ازدواج کنن. پگاه فارغ التحصیل رشته هنر بود، پدرش بازنشسته تامین اجتماعی بود و وضعیت مالی تقریبا خوبی داشتن. ولی خب از اون طرف خانواده رضا اصلا وضعیت مالی خوبی نداشتن. حدودا سال 99 بود. اون موقع رضا 25 سالش بود و پگاه 23 سالش. توی تابستون سال 99 مادر رضا وقتی داشته از خرید برمیگشته به سمت خونه، یه دختر محجبه رو میبینه که خیلی باوقار متین داشته از کنار خیابون رد میشده. دنبالش میکنه، میبینه میره توی خونه که اتفاقا توی همون محله‌ای که رضا اینا زندگی میکردن بوده. مادر رضا هم از دختر خیلی خوشش میاد و خب آرزو هم داشته که پسرش مثل بقیه پسراش ازدواج کنه و آرزوش بوده که دومادی پسرش رو ببینه. برمیگرده به پدر رضا میگه که آره من یه همچین دختری رو دیدم، اتفاقا همون چیزیه که تو هم میخوای، خیلی خانوم خوبی بود ظاهراً، چون که باش حرفی که نزده بود. و خب خیلی از خانواده‌ها معمولاً اینجوری هن، یعنی فقط نگاه میکنن، حال میکنن باهاش و میرن که برنامه‌هاشون رو بچینن. آره میگه که خیلی خوشم اومده ازش و اینا، اینجوری میتونیم از شر پگاه هم خلاص بشیم. پدرم میگه خب اوکی باشه، تحقیقاتمو میکنم. اینجوری یه سر و سامونی هم به زندگی رضا میدیم. این مسئله رو اصلا با رضا در میون نمیذارن و مستقیم میرن با مادر دختر صحبت میکنن. و خب مادر دخترم که از خدا خواسته میگه دخترم اصلا پیشکشتون، وردارید ببرید. این وسط رضا هم خب هنوز خبر نداشته که اینا براش رفتن خواستگاری و داشته عاشقانه هاشو با پگاه میچیده. خلاصه بعد از چند روز به رضا میگن و رضا هم خودشو به در و دیوار میکوبه که آره من اینو نمیخوام و من وضعیتم اصلا خوب نیست و شرایط مالی خوبی اصلا ندارم و نمیتونم بگیرم اینو، اصلا اینجور حرفا. خانواده رضا بهش میگن که آقا تو اینو بگیر، هر چی که لازم باشه ما برات فراهم میکنیم، فقط اینو بگیر. دختره اولا اصلا باب میل رضا نبوده، یعنی اون چیزی نبوده که خب رضا میخواد، آقا دوستش نداشته. اگه از خصوصیات دخترم بخوام براتون بگم، خب همونطوری که گفتم مذهبی بود، محجبه بود،
تقریبا 23 سالش بود، نه 24 سالش بود. آره پگاه 23 سالش بود، این دختر 24 سالش بود. و یه خانواده خب مذهبی که پدر و مادر رضا شدیداً عاشقش شده بودن، مخصوصا پدر رضا میگفت تو باید اینو بگیری. خلاصه رضا که میبینه اوضاع خیلی خیته و اینا براش رفتن خواستگاری و برنامه‌هاشو چیدن، تصمیم میگیره که یه کاری بکنه. میره دست پگاه و میگیره و با همدیگه فرار میکنن. حدوداً 5 ماه بعد با پیگیری‌های خانواده رضا و پگاه، انقدر که پیگیری میکنن بالاخره اینا رو پیدا میکنن و دم رضا رو میگیرن و برمیگردونن سر خونه زندگیشو، مجبورش میکنن که با اون دختره ازدواج بکنه. بعد از حدود 1 سال زن رضا حامله میشه. خانواده رضا هم خیلی خوشحال از اینی که پسرمون داره پدر میشه و داریم نوه‌دار میشیم و عروسمون بارداره و اینا. تو همین شور و شوق بودن که رضا غیبش میزنه. آی رضا کجاست؟ این ورو بگرد اون ورو بگرد، نه خیر، خبری از رضا نبود. رضا هیچ لباسی و هیچ مدارکی با خودش نبرده بود، یعنی انگار که اصلا جایی نرفته بود که بخواد چیزی با خودش برداره ببره. رضا که غیبش زد، در و همسایه و فک و فامیل و همه گفتن که زیر سر پگاه، هر چی که هست کار اونه. در صورتی که پگاه اصلا تو اون شهر نمونده بود. بعد از ازدواج رضا که ازدواج کرد پگاه از اون شهر میره. به خاطر همینم شایع شده بود که آره این دوتا با همدیگه باز فرار کردن، رضا فیلش یاد هندستونو کرده. خانواده رضا هم پلیس رو در جریان نذاشته بودن، یعنی هرچی هم بهشون میگفتن بابا بیان پلیس رو در جریان بذارین، اونا میتونن کمک کنن پیداش کنیم و فلان. اصلا خانواده رضا میگفتن که بچه خودمونه، خودمون میدونیم چی کار کنیم، خودمون میدونیم چجوری پیداش کنیم، هیچ کس لازم نیست دخالت کنه، به هیچ کس هم ربطی نداره. بعد از حدوداً 2 ماهی که رضا غیبش میزنه، سر و کله یه نفر پیدا میشه، پگاه برمیگرده و دقیقاً توی اون کوچه یه خونه میگیره. همه پشماشون ریخته بود از اینی که اگه رضا با این رفته پس این اینجا چی کار میکنه. اینجای داستان خیلی جالب میشه، چون برای منم دقیقاً سواله که اگه باهاش رفته پس اینجا چی کار میکنه. پگاه وقتی میفهمه که رضا غیبش زده و نیست، پا میشه میاد کرمانشاه تا دنبال این بشر بگرده. مفقودی رضا کلا 2 حالت بیشتر نداشت، یا خودشو کشته باشه به خاطر اینی که زنش همچین کاری کرده، یا زنش اونو کشته باشه. رضا چون احتمالاً به دست زنش به قتل رسیده بود، این قضیه رو هیچ کسی به پلیس اطلاع نداده بود، ولی یه رفیق شفیق داشت به اسم پگاه که پشت این قضیه رو بد گرفته بود. پگاه از پسرعموش که یه مأمور آگاهی بوده کمک میخواد. با پسرعموش میرن دنبال دوربینایی که رضا از خونه اومده بیرون و حالا هر جایی رفته، اونا رو چک میکنن تا یه جایی دنبالش میکنن تا این که رضا وارد یه ساختمون میشه. پگاه حدس میزنه که رضا خب اینجا کار میکنه دیگه، چون اصلا دلیلی نداشت بخواد رضا همینجوری وارد یه ساختمون خرابه بشه. به خاطر همینم میرن سر همون ساختمون. پسرعموی پگاه با خودش چند تا سگ جستجوگر میبره تا ببینه میتونن نشونی ردی چیزی ازش پیدا بکنن یا نه. اونجا هر چیزی که فکر میکردن مربوط به رضاس رو برمیدارن. یه بند ساعت و عینک و از اینجور چیزا پیدا میکنن، حتی که فیلتر سیگار هم پیدا میکنن که احتمال میدن خب برای کارگرا باشه. ولی خب چون پگاه خیلی درگیر این ماجرا شده بود و میخواست که سر از قضیه در بیاره، همه اونجا رو جارو میکنه و با خودش میبره تا اینکه بالاخره یه چیزی مربوط به رضا باشه و ازش پیدا بکنه. اون فیلتر سیگاری که گفتم مربوط به پدر رضا بوده و اون بند ساعت مربوط به خود رضا. ولی خب اینا منطقی نمیان، چون رضا و پدرش اونجا کار میکردن و خب خیلی منطقی بود اگه چیزی اونجا گم کرده باشن. تحقیقات پگاه 3 ماه طول کشید و خب به ثمر نرسید، یعنی هیچ فایده ای نداشت و هیچ سرنخی پیدا نکرد، تا اینکه متوجه شدن دربانی یه دوربین داره که قسمتی از ساختمون رو پوشش میده. خلاصه که بعد از دوربین رو چک میکنن متوجه میشن که پدر رضا چند دقیقه بعد از ورود رضا به ساختمون وارد ساختمون میشه. خب تا اینجا تقریبا 70% پرونده حل شده. فقط یه دلیل بود که برای پگاه و ما تقریبا هممون مبهمه. پدرش بعد از رضا زد بیرون و رفت دنبالش. اگه قرار بود برن سر کار چرا با هم دیگه نرفتن؟ و چرا اصلا حالت تعقیب طوری داشت دنبال کردن رضا؟ حتی اگه پدرش هم بلایی سرش آورده باشه اصلا منطقی جور در نمیاد، چون این دوتا تقریبا با هم دیگه خوب بودن و هیچ مشکلی با هم دیگه نداشتن. تازه اگه قرار بود کسی رو بکشه این رضا بود که باید پدرش رو میکشت،
چون اون از عشقش جدا کرده بود و مجبورش کرده بود با کسی ازدواج کنه که اصلا دوستش نداره. توی همین گیرودار ظهر سه‌شنبه یه گزارشی به پلیس آگاهی داده میشه و اونم این بوده که یه پدر میاد اعتراف میکنه که بچهشو کشته. این پدرم کسی نیست جز پدر رضا، ولی دلیلشو نمیگه، فقط میگه که باهاش مشکل داشتم کشتمش. همینقدر مزخرف. درسته که توی این مدت پگاه هیچی دستگیرش نشده بود، ولی از اینجای پرونده به بعد همه چیز کاملا به پگاه بستگی داره. چرا؟ پگاه میدونست که رضا عقیمه و زن رضا هم الان حامله بود. پگاه موفق میشه با کمک پسرعموش که مأمور آگاهی بود از بچه رضا تست دی ان ای بگیره که معلوم میشه این بچه حرومزاده بچه پدر رضاست. این دوتا لاشی با هم میریزن رو هم دیگه. وقتی دختر حامله میشه میگن چیکار کنیم چیکار نکنیم، ما که عاشق همیم، الان هم بچه داریم، بیایم رضا رو از این بین کلن برداریم. پدر رضا هم خیلی شیک و مجلسی میره به دختره میگه که آره حکم من که اعدام نیست، چند سال میرم زندان، حبسشو میکشم، میام بیرون، تا همین بچه رو نگه دار، منم زنمو کلا طلاق میدم، با هم دیگه ازدواج میکنیم و همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه. متاسفانه باید بگم که این اتفاق افتاد. پدر رضا به 3 سال حبس محکوم میشه که تازه نصفشو میکشه، بعدش آزاد میشه، میاد بیرون و با خوبی و خوشی کنار اون. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. امیدوارم که فقط حواستون باشه توی یه سری از این داما نیفتین. یه وقتایی واقعا نباید به پدر خودت هم اعتماد بکنی.